بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که در هر کجا که هستید صحتتون درست باشید و باز هم بتونیم در راستای مفهوم بخشیدن و معنا دادن به اذکار روزمره خودمون که نمازهای ما یکی از مهمترین این اذکار یا قالب‌های ذکر به شمار میاد پیشگام باشیم و سعی و تلاش لازم رو مبذول بداریم. بارها بر این نکته تأکید داشتیم که اگر ما ذکری رو بدون معنا و مفهوم داشته باشیم در واقع مثل زنگ ساعتی هست که بدون مطلب در ساعت معین به صدا در بیاد. فقط یک نوع مزاحمت رو براتون ایجاد خواهد کرد و هیچ گونه سود و بهره‌ای نخواهید برد. تنوع اذکار و مفاهیم معانی در واقع مرتبط است با تنوع نیازهای ما. ذکر الهی در واقع نیاز پروردگار متعال به چیزی نیست. الله متعال غنی بی نیاز است. شاید من نوعی این حس داشته باشم، ما مخلوق این حس داشته باشیم اگر ذکر ما یاد ما بشه خب منزله ما، حیثیت ما، مقاممون رفته بالا و دوست هم داریم که همیشه یاد بشیم و اون هم در جاهای خوب و به خوبی یاد بشیم. الله متعال بی نیاز هست از همه خلق، عظمت و کبریای ذاتی داره و با فضل خودش همه ما رو می نوازه بدون اینکه هیچ نیازی ما داشته باشه. فضل و کرم ذوالجلال و الاکرام هست که در سایه لطف او زندگی میکنیم. هممون اگر کرمی داریم در پی حس و نیازی هست که در درون اون وجود داره. الله متعال بی نیاز است، ذوالجلال است، بعد از اکرام است. در نتیجه فهمیدن و تداعی کردن معانی اذکار باید بسیار مهم و جدی باشه برامون. مهم و جدی باشه تا اینکه تأثیرگذار رو خودمون باشه. ما نیاز داریم به اونها. نیاز داریم که این معانی و مفاهیم رو بهش توجه کنیم، سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم، با اونها زندگی کنیم، با این مفاهیم و معانی زندگی کنیم. اگر این معانی و مفاهیم رو من ندونم چطوری باید زندگی کنم؟ اینا چراغی هست که باید ما زیر این چراغ، زیر نور این چراغ حرکت کنیم. وقتی که معنا و مفهوم این اذکار رو ندونم، چراغی از بدون نور، چراغی از خاموش، نمیشه زیر سایه اون زندگی کرد. که وقتی که شما معنا و مفهوم چیزی رو ندونید چه تأثیری داره در زندگیتون، چه تأثیری داره در بینشتون، چه تأثیری داره در اخلاقتون، چه تأثیری داره رفتار اجتماعیتون، چه تأثیری داره در جبران کردن اشتباهاتتون، چه تأثیری داره در رشد فکری و عقلی و معنویاتتون. نمیتونه هیچ تأثیری داشته باشه. به خاطر این تأکید میکنم که در پی معنا و مفهوم اون چیزی باشید که به عنوان ذکر اونها رو میشناسید و اونها رو به زبان میارید.
دو ذکر ما از اذکاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای نماز میخوندن رو گفتیم در برنامه گذشته و مطالبی هم در ارتباط با مفاهیم معانی این دو اذکار، دو ذکر یاد آور شد. اذکاری هم هست که مقداری طولانی تر هست به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله اومد در نمازهای نفل خصوصا نمازهای شب اونا رو میخوندن. در این موقعیت ها خوب به طور طبیعی مفاهیم معانی وسیع‌تر و بسیار تعبیرهای طولانی تری رو مشاهده میکنیم که در کل با نمازهای نفل تناسب داره، چون نمازهای نفل به غیر از نمازهای جماعت فرض که ما انجام میدیم پایبندی به جمع و به وضعیت جمع امام نیست چون نفله، ولی در نماز جماعت یا نمازهای فرض که با جماعت ادا میشه باید امام رعایت وضعیت مقتدی ها رو بکنه که در بینشون نمونه های مختلفی از مردم وجود دارن، زن هست، مرد هست، کهنسال هست، جوان هست، مریض هست، سالم هست، که در این میان باید حد اختصار رو رعایت بکنه. البته نه اختصاری که مخل باشه، نه اختصاری که متاسفانه امروز ما مشاهده میکنیم که کلا نماز هیچ گونه درش آرامش یا درش اطمینان و ادای ارکان انجام نمیشه. یکی از این دعاهایی که ترجیحاً یا غالب اهل علم اونا رو به عنوان دعاهای نمازهای نفل خصوصا نمازهای قیام اللیل پیامبر صلی الله علیه و سلم به زبان می آوردن روایتی است که امام مسلم و امام نسائی از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اذا قام الی الصلاة، آنگاه که برای نماز بلند می‌شدند در ابتدای نماز گفتند که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. رو آوردم به چهره خودم رو متوجه کردم به سمت اون موجودی که اون کسی که آفریده است آسمان ها و زمین رو به صورت یک سو به او رو آوردم و ما انا من المشرکین و من از اهل شرک خودم رو جدا می نگه می دارم، از اونها نیستم. نماز من ان صلاتی و نسکی و مناسک من و محیای و مماتی و زندگی و مرگ من لله رب العالمین خاص الله متعال هست، برای او هست. لا شریک له، با او شریک در این زمین کسی رو قرار نمیدم. و بذلک امرت، و به این من امر شدم و انا من المسلمین و من هم از مسلمان ها هستم. بسیار پر معنا و پر مفهوم هست. همون اعتراف عملی در قبال اعتراف قولی که ما در سبحانک اللهم داریم. سبحانک اللهم باوری هست که در برگیرنده یکتایی و عظمت و جایگاه مقام الهی هست و در اینجا خط سیر و فعالیت زندگی هست که در سایه اون دعا ما پیش روی خودمون میذاریم. وقتی که این دعا رو به زبان میاریم وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض، در واقع توجه ما، یکسویی ما به سمت الله متعال یک اعتراف زبانی هست به یک عملکرد با تمام
نیرو و قوای انسانی است. با عمل نیرویی که انسان در هر عرصه‌ای در میدان عمل وارد میشه، به سمت الله رو آوردن، به تسلیم امر او شدن، تسلیم نظام او شدن در هر گفتار من، در سلوک من، در رفتار من، در تعامل من با دیگران، با همسایه من، در تجارت، در زیارت، در خوردن، در خوابیدن، در همه چیز من المسلمین تسلیم شده هستند. یکی از یهود با استهزا از پیش خودشون در مقابل یکی از مسلمان ها میگه که این نبی که شما دارید همه چیز رو باید از نبی بگیرید، این چه معنایی داره؟ بالاخره خودتون هم باید آزادی داشته باشید. اون صحابی میگه که اون به ما معلم ما هست، یعلمنا حتی القراءه، به ما آموزش میده، حتی قضای حاجت کردن درست رو ما میگه. یعنی کوچکترین فعالیت های زندگی رو میگه که باید شما طبق اون چه که تناسب داره با فطرتتون، پاکی و مسیر سعادتتون باید چیکار بکنید، حتی قضای حاجت، وارد شدن به دستشویی، دعایی رو که میگید بعد از قضای حاجت، دعایی که میگید، نظافتی که باید انجام بدید، همه اینا رو آموزش میده. خوردن، خوابیدن، از کوچکترین مسائل زندگی تا بزرگترین مسائل زندگی. بر این اساس وقتی که میگید وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، در واقع این مفهوم رو در ذهن خودتون احیا کردید که من در هیچ زمینه‌ای مستقل به خود نیستم، در همه امور وابسته به رب ذوالجلال هستم، تسلیم امر او هستم. این جهانی که با این عظمت در زیر سایه لطف و حکم او داره اداره میشه، این جهان با تمام امنیت و هماهنگی و آرامشی که مسیرش رو طی میکنه، اگر من هم با این جهان هماهنگ بشم، اون موقع سعادت و خوشبختی رو به دست آوردم. و ما انا من المشرکین، من از جمله کسانی که مقام الهی رو شرک میکنن، اطاعت و عبادت الله رو با شریک قرار میدن، خودشون رو مستقل میدونن، کسی دیگر رو در به عنوان مرجع خودشون در قانون و در حکم و در فرمان روایی و در اداره امور تلقی میکنم. من از اونها نیستم. بعد از این در تأکید این موضوع میاد، دنباله این دعا یا ذکر میگه اللهم انت الملک لا اله الا انت، پروردگارا، پادشاه، حکم فرما، فرمان روا فقط تو هستی، نیست الهی، معبودی، حکمرانی، فریادرسی، کسی که رسیدگی به امور خلائق میکنه، در واقع کسی که رسیدگی بکنه به امور خلائق، اله، مگر تو، انت ربی، تو هستی مالک من، پروردگار من، و انا عبدک، من هم بنده تو هستم، مطیع تو هستم. ظلمت نفسی، من به خودم ستم روا داشتم، ستم به خودم روا داشتم چون خودم رو محروم کردم از خیر و از سعادت و خوشبختی. با خطاهایی که انجام دادم اعترفت به ذنبی، خطاهای خودم رو اعتراف میکنم. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، گناهان من رو همه ببخش.
انه لا یغفر الذنوب الا انت، گناهان منو نمیبخشه مگر تو. اهدنی لاحسن الاخلاق، من رو به بهترین خلق و خو رهنمود کن، بهترین خلق و خو رو برام میسر کن. لا یهدی لاحسنها الا انت، به خلق و خوی نیک و حسن سوق نمیده، هدایت نمیده مگر تو. واصرف عنی سیئها، و از من خلق و خوی بد رو دور نگه دار. لا یصرف عنی سیئها الا انت، از من دور نگه نمیداره خلق و خوی بد رو مگر تو. لبیک و سعدیک، پاسخ استسلام و پاسخ اطاعت به امر تو رو میدم. لبیک گفتن یعنی جواب مثبت دادن و پی در پی جواب مثبت دادن، یک سره حکم به فرمان بودن. لبیک یعنی یک سره حکم به فرمان بودن. این جمله های بسیار پرمعنا هست، یعنی در هر حال آماده باش بودن، در هر حال آماده اجرای حکم بودن. و سعدیک، و همیشه آماده در سعی و تلاش در مسیر تو هستم، یعنی با تمام معنا، با تمام قدرت مطیع تو هستم. جمله هایی رو در نظام ارتش به کار میگیرن که در واقع اینا همشون برای مقام الله متعال هست. وقتی که میگن بله قربان، گوش به فرمان تو هستیم، اطاعت بشود. این جمله ها در واقع جمله هایی هست که با اون کمال خشوع و خضوع و به صورت دائم و ثابت شایسته پروردگار متعال هست. لبیک، بله مطیع هستم، مطیع تو هستم، دست بسته در مقابل فرمان تو هستم، گوش به فرمان تو هستم. همه این جمله ها در این باب میخوابه، همه اینها میخوره و با تمام تلاش و سعی در خدمت تو هستم، مطیع امر تو هستم. الخیر كله بیدیک، فی یدیک، تمام خیر در اختیار تو هست. و شر لیس الیک، و شری هم که به ما میرسه در واقع از تو نیست، به خاطر خودمون هست. ما خیر رو فضل الهی میدونیم و شر رو عدل الهی میدونیم، یعنی خودمون هستیم که به سر خودمون آوردیم. ادب ما با الله متعال، مقام الوهیت الله متعال این رو به ما میگه. خیر فضل الهی است، شر عدل الهی است، از طرف خودمون است. من عند انفسکم انا بک و الیک، من با تو وجود دارم و به سمت تو هم دارم میام. تو منو ایجاد کردی و به سمت تو هم برمیگردم. تبارکت و تعالیت، مصدر خیر و برکت تو هستی و والا مقام تو هستی. استغفار میکنم و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفار میکنم از تو، مغفرت میخوام گناهان خودم رو از تو و به سمت تو برمیگردم برای جبران این اشتباهات. وقتی که این الفاظ رو میگید در واقع باید همه این زندگی خودتون رو ورق بزنید، فعالیت های روزمره خودتون رو بازنگری کنید. در نتیجه این دعاها و این اذکار پاک کننده
و جبران کننده خطاهای ما قبل است و رشد دهنده تمام ضعف‌ها و تمام لغزش‌های انسانی است. جبران کننده همه این اشتباهات و لغزش‌ها و خطاها است. از الله متعال می‌خوایم که ما توفیق بیشتر بده تا که بتونیم این دعاها رو حفظ کنیم و با معنا و مفهوم در نمازهای خودمون به زبون بیاریم. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.